بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والجهاد والشهادة في سبيلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. دوستای عزیز، خواهران محترم، برادران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم حمد و ثنا و صفت میفرستیم به الله کما یلیق بجلال وجهه و عظیم سلطانه که بازم بر ما و شما توفیق صحت و عافیت و زندگی و توفیق قدیر نصیب کرد که ما و شما باز هم در درس از درسای عقیده بشینیم و با یاد الله و با فهم کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان خدا قوی بسازیم و زیاد بسازیم. دوستای عزیز، یک سوال است که دوستا زیادی را مطرح میکنن و ما خواستم در این درس این سوال که دوستا اکثرشان در این روزا زیاد مطرح میکنن ترازی بحث بکنم. سوالی است که بسیاری از دوستا پرسان میکنن، میگن ما در خانه مسلمان پیدا شدیم و میخواهیم که ایمان خوب داشته باشیم، عقیده خوب داشته باشیم، میخواهیم به شکل یک مسلمان خوب زندگی بکنیم، میخواهیم که اسلام درست بشناسیم و بفهمیم و میخواهیم که در آخرت از جمله کسایی باشیم که از عذاب الهی نجات یافته و مستحق جنت الله شده و میخواهیم از جمله کسایی باشیم که الله از ما راضی باشه. ولی میگم مشکل ما در چی هست؟ میگه سرگردان هستیم و سرگردانی ما دایی است که نمیفهمیم که کدام راه را گپ کدام عالم گوش بگیریم. اختلافات زیاد است، جنجال ها زیاد است. یک عالم یک صحبت میکنه، باز یک عالم دیگه میخیزه او را رد میکنه. یک جای میریم یک سخن میگه و جای دیگه میریم سخن دیگر را میگه. به تشویش افتادیم که پشت کدام عالم بریم و گپ کی را قبول بکنیم و به کی اعتماد بکنیم و راه درست کدام یکی هست. دوستای عزیز، برای جواب از این سوال شما اول باید این را بگویم که دوستای محترم، شما اگر میخواین که به حق برسین و راه حق مطابقت بکنین، مثل بنی اسرائیل نشوین که از علمایی که هرچی میگفتن اطاعت میکردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. الله میگه اینا از علمای خود رب جور کرده بودن. ارباب جمع رب است. از پیرهای کلانهایی که گوشنشین ها بودن، از اونا را راهب میگفتن، از راهب خود از او اینا چی جور کردن؟ معبود خود جور کرده بودن. بعضی کسا از نفس خود معبود جور کرده بودن. افرأیت من اتخذ الهه هواه. بعضی کسا مثلا از قوم خود معبود جور کرده بودن. چیز قوانین قومی که می بود امور اطاعت میکردن. پس راه نجات در چی هست؟ راه نجات در این هست که ما الحمدلله در اسلام قرآن عظیم الشان محفوظ است و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم محفوظ است. هم احادیث صحیح بیان شده، هم احادیث ضعیف بیان شده، هم اقوالی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده است و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست.
او هم بیان شده. خب شاید شما بگین برای ما مشخصا یک جواب بگوین. جواب مشخصش چی است؟ مفهوم لا اله الا الله را اگر فهمیدین کل مشکلات حل میشه. اگر مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله را نفهمیدین، هر قدر که زحمت بکشین باز هم همون نقطه اساسی، نقطه دقیق اعتقادی را نمیفهمین. تمام پیغمبرها که آمدن پیامشان چی بود؟ لا اله الا الله. اولین دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم که خانه به خانه و کوچه به کوچه و مارکت به مارکت میگشتن چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحون. لا اله الا الله هر پیغمبر باز مثلا در زمان آدم علیه السلام لا اله الا الله آدم صفی الله، لا اله الا الله موسی کلیم الله، لا اله الا الله عیسی روح الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. کدام روز از خود پرسان کردین، از فامیل خود پرسان کردین که این مفهوم لا اله الا الله چی هست؟ باور بکنین تا زمانی که ما خودم 18 19 20 سال درس خواندیم، در شرایط خواندیم، در علوم اسلامی خواندیم، ولی تا وقتی که ما خودم مفهوم لا اله الا الله را نمیفهمیدم، این دین اسلام نمیفهمیدم. زیاد مسائل و احکام و فقه و یگپا را خواندیم، لکن عقیده درست نفهمیدم. چه وقت فهمیدم؟ خودم ریشم سفید شد. وقت ریشم سفید شد چون مفهوم لا اله الا الله درست برام تشریح نشده بود. یک کسی برام واضح نکرده بود که این مفهوم لا اله الا الله مکمل چی هست. در مدرسه، در فاکولته شرعیات دارالعلوم عربی کابل خواندیم 6 سال، فاکولته شرعیات خواندیم، باز رفتیم در کشور کلیت دعوه شهادت نامه دعوت اسلامی را گرفتیم که میتونه در کل دنیا شما من حیث دعوتگر اسلام باشین. بعد از اون ماستری خواندیم، باز آمدیم در فقه قانون در فاکولته شرعیات بعد ماستری خواندیم. تمام این درس هایی که ما خواندیم و کتاب ها نوشته کردیم، با وجود از این مشکل اساسی ما در چی بود؟ که لا اله الا الله را درست نمیفهمیدیم. لا اله الا الله باید فهمیده شود. در لا اله الا الله محمد رسول الله 3 رکن است. امیل شما از هر کسی که امرایتان هست و مسلمان صادقانه پرسان بکنین که امی 3 رکن لا اله الا الله را یاد داریم. 3 رکن کلمه طیبه را. 7 شرط است. آیا امی 7 شرط میفهمی؟ و آیا سر خود تطبیق کردی؟ و 3 تعهد است. این 3 تعهد بالای خود تطبیق کردی؟ از خود پرسان کردی؟ بین امروز درس امروز همین موضوع را ما و شما سرش بحث بکنیم. اول بین امین لا اله الا الله محمد رسول الله را بفهمیم که وقتی میگیم که لا اله 2 رکن اساسی را بر ما تشریح میکنه. 2 موضوع اساسی هست، 2 چیز نفی میکنه. الا الله باز اثبات میکنه. در لا اله الا الله اول چیزی که او نفی میکنه چی هست؟ تمامی معبودان باطل نفی میکنه. دوم لا اله چی را نفی میکنه؟ تمامی قانونگذارای باطل نفی میکنه. تمامی قانونسازا و قوانین باطل نفی میکنه. وقتی که لا اله گفتی، اگر معنای زیر فهمیدی که نیست هیچ کسی مستحق
نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شود، پس نیست هیچ معبود باطل که ذاتش عبادت شود و نیست هیچ کسی مستحق از این که قانونش و فرمانش اطاعت شود. نفی کردی معبودای باطله و نفی کردی قانونگذارای باطله. الا الله بغیر از ذاتی که مستحق اطاعت و عبادت است. محمد رسول الله بخش سوم کلمه هست. پس در لا اله نفی کردیم تمام معبودان باطل و تمام قانونگذارای باطله و در الا الله اثبات کردیم عبادت برای الله که عبادت مخصوص الله هست و اطاعت از شریعت و از قوانین و از احکام. دو چیز، همه عبادت و اطاعت الله اگر ایره عبادت مخصوص الله کردی و اطاعت تنها از شریعت الله کردی، دیگه قوانین کلش نفی کردی، تو لا اله الا الله را معنای درست فهمیدی. و محمد رسول الله با این معنا هست که ایمان به رسالت داشتی که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست، اسوه ما هست و رهبر ما هست و راهنمای ماست، بناهن ما به کسی دیگه نیاز نداریم. پس در کلمه طیبه 3 رکن شد. چند رکن داره؟ 3 رکن. رکن اول کلمه طیبه چی هست؟ رد کردن تمام معبودان باطل. یک تعداد مردم حال از خود پرسان میکنیم، خب رد تمام معبودان باطل، بله، کدام معبودا کیها عبادت میشن؟ بعضی کسها معبود خود بتها را گرفتن، پس تمام مجسمه ها باید رد شدن. بعضی از مردم ها هستن که سنگ و بت و چوب و حیوان و دریا را عبادت میکنن، کلش ما نفی کردیم، لا اله. بعضی کسا هستن به قبرها عبادت میکنن، رکوع و سجده میکنن، لا اله، ردش کردیم. بعضی کسا هستن به انسانهای زنده سر خود به سجده و به رکوع و به این عبادت میگذارن، بر از او خود عاجز میگیرن و شکل عبادت میگیرن، این هم عبادت میشه، ردش کردیم. بعضی کسا نفس خود عبادت میکنن، چیزی که نفسش میگه او را ردش کردیم. پس به این شکل با لا اله الا الله تمام معبودان باطل نفی شد. الا الله معبود حقیقی کی هست؟ الله هست. این اثبات شد. اول باید ذهنت از تمام این معبودا چی کنی؟ پاک بسازی. اما یک مسلمانی که به الله عبادت میکنه، در یک جای درس میخوانه و برش میگه که برو به فلانی قبر سجده بکو، یا کسی برش میگه بیاین در مقابل این انسان رکوع سجده بکو، خب آلی این میگه من ولی به تشویش هستم. به تشویش به خاطر از این هستی که لا اله الا الله را نفهمیدی، که تو تمام معبودان با این کلمه رد کردی. پس ردشان کو، فکران وقتی که رد کردی عملا هم نکن، سرت بغیر از الله به مخلوق هم نکن. رکوع و سجده و قیام به شکل قیام ایستادن به شکل عبادت. عبادت چی هست؟ شرط عبادت چی هست؟ که مثلا انسان خوف داشته باشه از جانب مقابل، از او امید داشته باشه و پیش از او خدا عاجز و ذلیل بسازه. همین کار بت پرستا در مقابل بت میکنن نکو، قبر پرستا در مقابل قبر میکنن نکو، انسان پرستا در مقابل یک انسان میکنن نکو، درخت پرستا در مقابل درخت میکنن نکو، حیوان پرستا در مقابل حیوان میکنن نکو.
جن پرستا در مقابل جن میکنن، نکن. چرا گفتی لا اله؟ همچنان اله رکن دومش چی است؟ وقتی که رکن اولش فهمیدیم که معبودان باطل کلش رد شد، خواه به هر شکلی که باشه، بعضی کسا محتاب، آفتاب، ستاره، اینه کلش رد شد. لا اله گفتی دیگه، نیست هیچ معبود مستحق ازی که ذاتش عبادت شد الا الله، بغیر از معبود حقیقی که الله هست. وقتی که معنای ازی رو فهمیدی، هر عالمی که، هر دانشمندی که، هر بزرگی که، هر راهبی که، هر گوشه‌نشینی که به عبادت غیر الله تو را دعوت کرد، بفهم که این انسان ضد لا اله الا الله هست. از او پیروی نکن، پشت نام کس نگرد. اگر دیدی که مخالف لا اله الا الله تو را دعوت میکنه، ردش کن. چرا؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امی لا اله الا الله را بر ما و شما بیان کرده. دیگران معیار هستن؟ نه. ما تو نه. اول ما باید، اگر کس تو رو درس میده، اول او رو به ترازو بسنجی که گپی که میزنه آیا خودش به می گپی که میزنه واقعا به این گپ خود عمل میکنه؟ دیدی که عمل نمیکنه، چلی پا بکش سرش. ما باشم، هر کسی باشه. رکن دوم، رکن اولش نفی تمام معبودان باطل و اثبات عبادت به معبود حقیقی. این رکن اول کلمه هست. رکن دوم کلمه چی هست؟ نفی تمام قوانین و قانونگذارای باطل. تمام قوانین و قانونگذارای باطلی که هست، کل ازیا را نفی کنی، کل ازیا را سرش چلیپا بکشی، الا الله، بغیر از شارع حقیقی، بغیر از الله که الحکیم است، حاکم حقیقی است که با حکمت احکام خود بیان کرده است. بناهن هر قانونی که ضد شریعت الله هست، حکم الله هست، این رد کن. چرا؟ به خاطر اینکه لا اله الا الله گفتی. رکن دوم کلمه اینمی هست. اولی قانونی که مثلا اینجا هست، هر قانونی که ضد شریعت الله هست ردش بکن. شریعت الله در چی است؟ آل ما و تو امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. ایناله در شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما و شما آورده که ما میگیم لا اله الا محمد رسول الله، اساسش کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ایناله هر قانونی که ساخته شده و ضد قرآن و سنت است، در تضاد با قرآن و سنت هست، این قوانین باید کلش رد شود. حالا شما این رکن سر خود تطبیق کردین؟ مثلا امیال 200 قسم قانون است. قانون از زمانهای قدیم جور کردن، یهودیا قانون جور کردن. چه قسم قانون جور کردن؟ کتاب الله را تغییر دادن، تحریف کردن، قوانین دیگر ساختن. پس این قوانین باید ما بکنیم. نصرانی ها انجیل تغییر دادن و آوردن قانون جدید دیگه ساختن. اولی قانون چی بود؟ که عیسی مسیح son of God. Jesus is son of God. عیسی مسیح پسر الله هست. این قانون ضد شریعت الله هست. ما شما میگیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این قسم قوانین زیاد است. قانونی که مثلا به شکل فلسفه پیش شده، قانون طاغوتی هست. باید افلاطون و سقراط و تمام فلاسفه عقل پرستا قانون پرستش چی نمیگن؟ از عقل میگن. عقل اساس هر چیز قرار میدن. پس این قانون طاغوتی شد. چرا؟ در شریعت الله عقل تابع وحی است. من عقل دارم، لکن عقل ما تحت تسلیم چی هست؟ کتاب الله و سنت رسول الله
صلی الله علیه و سلم است. وقتی قرآن میگه که حق در کجا هست، وقتی که سنت میگه حق در کجا هست، عقل ما در او استفاده میکنه. اما اگر یک کسی عقل خود به ضد کتاب الله و سنت رسول الله استعمال میکنه، فلاسفه عقلگرا باید به این کافر شوی. اینا طاغوت هستن. فمن یکفر بالطاغوت. پس طاغوت کی هست؟ طاغوت کسایی هستن که قانون میسازن ضد شریعت الله، مثل احبار، مثل رهبان، مثل پادشاها، مثل رئیس جمهورها، مثل پارلمان ها، مثل اندیشه ها مثلا. پس هر قانونی که هست شما از خود پرسان بکنید. مثلا کدام قانون؟ سیکولاریزم ضد اسلام است. آیا ما به سیکولاریزم کافر شدیم؟ باید کافر شویم. لا اله الا الله. اما بعضی کسایی هست میگه من هم کلمه میخوانم و هم سیکولار هستم. خب این باید سرگردان باشه. دموکراسی، در دموکراسی چی هست؟ انسان سالاری هست. یعنی قانون هست که سالارش انسان هست، نه قانون آسمانی که الله سبحانه و تعالی او را تعیین کرده. پس دموکراسی ضد شریعت الله هست. پس باید به این قانون کافر شوی. اگر به کسی میگه که من مسلمان هم هستم و دموکرات هم هستم، باز میگه والا ما آل ایران بودیم که چی را قبول بکنم؟ خود تو کلمه لا اله الا الله را سر خود تطبیق نکردی. نمیشه که مثلا ما و شما هم کافر هم مسلمان مثل کال جور کردن دموکراسی اسلامی، یعنی کفر اسلامی. خب ایره که جور کردی، هر کسی کتاب جور کرد، خود به خود کسایی که از کتاب ازی پیروی میکنن هیچ وقت نرمال نمی باشه. قوم پرستی، الله متعال میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مکرم ترین شما هر کسی هست که تقوا داشته باشه، موحد باشه، عقیده توحیدی داشته باشه و تقوا داشته باشه. سیاه‌پوست بود، سفیدپوست بود، زردپوست بود، امریکایی بود، آسیایی بود، افریقایی بود، یهود بود، نصارا بود که توحید قبول کرد و تقوا کرد. ای چی هستن؟ ای برادر توست. انما المؤمنون اخوه. و بهترین در بین شما برادرها چی هست؟ با تقوایتان هست. پس در اسلام قوم پرستی نیست. اینالی کسی لا اله الا الله محمد رسول الله هم میگه و در پالوی ازی چی میکنه؟ قوم پرستی هم میکنه. پس آل ای انسان با لا اله الا الله یعنی واقعا به این عمل کرده نکرده. چرا در لا اله گفت که تمام قانونگذاره هایی که ضد شریعت الله هست این نفی است، چلیپا سرش باید بکشی، با کلش باید کافر شوی. او کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه او طاغوت است. مهم نیست که کی باشه، هر کس میتونه طاغوت شود. فرعون طاغوت است، هامان طاغوت است، ابو جهل یک طاغوت بود. اینمی قسم مثلا فلاسفه‌ای که عقلگرا بودن اونا طاغوت ها بودن. افلاطون و سقراط و انشتاین. ببخشید انشتاین من نفهمم فیلسوف نیست، ساینسدان است. مثلا کسایی که قوانین میسازن که ضد شریعت الله هست. مارکس یک طاغوت است، لنین یک طاغوت است. بین این قسم کسایی که قوانینی را میسازن، مثلا پارلمان هایی که ضد شریعت الله قانون میسازن، سازمان هایی که ضد شریعت الله قانون میسازن به نام مثلا حقوق بشر و حقوق انسان، اونا مثلا در حقوق بشر و در حقوق انسان چیزهایی را جور کردن، قوانین را جور کردن که مستقیما در تکرز با شریعت الله. باید با این قانون کافر شوی. فمن یکفر بالطاغوت. اینا طاغوت هستن. پس تو در لا اله الا الله رکن اولش چی است؟ کافر شدن به تمام معبودان باطل، رد کردن تمام معبودان باطل و عبادت مخصوص الله دانستن. دوم رکنش چی است؟ کافر شدن به تمام طواغیت، قانونسازها، کسایی که ادعای علم غیب میکنن، کسایی که قانون میسازن، هر چیز کسی که باشه. چندین قسم طاغوت است که ما شما در درسای ایره گفتیم. پس باید به یا کافر شوی. این حال یک نفر میگه من مسلمان هم هستم و ما یک وقتی همراه یک کسی بحث داشتیم، میگه ولی من یک مسلمان هم هستم و ما یک مارکسیست هستم. برش گفتم برادر
مشکل تو هست که تو یا اسلام نمیفهمی یا مارکسیسم نمیفهمی و یا اردوش نمیفهمی و بیچاره اردوش نمیفهمی. اگر تو مسلمان هستی، مارکس دین افیون یا مخدر ملت ها میگن، مارکسیسم دین رد میکنه. امیال هم در چین برای مردم اجازه نمیده که یک نفر نماز بخوانه، حجاب و ایگه پاره نمیمانه. همین قسم در شوروی و همین قسم مثلا در افغانستان وقتی که کمونستا آمدن در زمان کمونستا، همی ببرک کارمل، همی دکتر نجیب، همی حفیظ الله امین، همی ترکی، این کسایی که اینا بودن، اینا حتی سر نماز یک نفر هم میکشتن. این خب باز نجیب پسان که شکست خوردن، روسا رفتن سقوط کردن، وضعیتشان خراب شد، باز از اون مصالحه را اعلان کردن و بالاخره این گپایی که امروز از نجیب میمانن و گپایی است که بعد سقوطشان و رفتن شوروی هست. اما زمانی که روسا در افغانستان بودن و اینا به اونا باور داشتن و عقیده داشتن، اونا با صدای بلند میگفتن که ما از کشور شوراها و از روسها و مارکسیسم و لینینیسم و اینا میخوانن و در بالا سر خود عکسای همین تواغیت هم میگذاشتن و میگفتن که ما پیروی از اینا هستیم و قانون از اینا را تطبیق میکنیم. پس این حال نمیشه. وقتی که نفر میمد بحث میکرد، باز ما برش میفتیم که ببخشین شما خب بحث میکنید، لکن مشکلتانی است که خود تابال ایره نفهمیدی. این حال بسیاری کسایی که میگه من مسلمانم هستم، دموکرات هم هستم، چی مانا میته؟ خو یا اسلام نمیفهمه یا دموکراسی رو نمیفهمه. اگر دموکراسی رو بفهمه که اساس دموکراسی چی است، اساس دموکراسی زمینی بودن قانون است. یعنی در دموکراسی حقیقی، یکی دموکراسی های ساختگی است که مردم از دل خود برش تعریفات جور کردن. دموکراسی که مثلا توسط از دموکراسی انقلاب فرانسه صورت گرفت و غربی ها به او باور دارن، فرانسوی ها به او باور دارن، او دموکراسی که قانونش هم باید چی باشه؟ زمینی باشه. قانون آسمانی را قبول ندارن من حیث از اینکه در دولت قانون باشه یا در پارلمان باشه یا بشه. نه. پس دموکراسی یک نظام طاغوتی هست. وقتی که لا اله گفتی، باید دموکراسی را رد کردی. اول چطور یک دفعه ردش میکنی و باز پسان میگه که من هم مسلمان هستم و هم دموکرات هستم و باز پسان میگن که والا استاد ما والا ایران ماندیم. در چی ایران ماندیم؟ ایران ماندیم که ما چی بکنیم و در بیراه